با سلام و درود خدمت شما دوستداران زبان آلمانی و کشور آلمان. احسان هستم با مجموع درس‌های کوتاه برای مبتدیان. Farben، Farben، رنگ‌ها. Die Farbe، die Farbe، رنگ. Weiß، Weiß، سفید. Das ist weiß، das ist weiß. این سفید است. Gelb، زرد. اورنج، نارنجی. rot، قرمز. gelb، اورنج. rot، زرد، نارنجی، قرمز. روزه، روزا، صورتی. لیلا، لیلا، بنفش. بلاو، بلاو، آبی. هل بلاو، هل بلاو، آبی آسمونی یعنی آبی کمرنگ. دونکل بلاو، دونکل بلاو، آبی تیره سمت سرمه‌ای هم میره. گرون، گرون، سبز. براون، براون، قهوه‌ای. گراو، گراو، خاکستری توسی. شوارتز، شوارتز، سیاه مشکی. بونت، بونت، رنگارنگ. دوستان اگه بخواید مثلا شما هر رنگی رو مثلا بخواید رنگ حالا روشن‌ترش رو یا تیره ترش رو بگید، میتونید اولش یه هل یا دونکل اضافه کنید. مثلا مثل اونجا که داشتیم هل بلاو یا اینکه دونکل بلاو، آبی روشن، آبی تیره، یا اینکه هل گلب یا اینکه دونکل گلب یا اینکه هل روت یا دونکل روت. میتونید اینجوری منظورتون رو برسونید که از یه رنگی یکم روشن‌تر باشه یا اینکه یکم تیره تر باشه. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. موفق و پیروز باشید. تا قسمتی بعد، خدا نگهدار.